ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. یعنی دعای مثلا عموما با زبان خود یا که مثلا تغییر دادن ممکنه یا ممکنه، یعنی قول حدیث های رسول صلی الله علیه و سلم با معنی روایت کردن ممکنه یا ممکنه. عموما میگن که ذکرهایی که یعنی حدیث هایی که دعا هست وینده و یا چی با معنا روایت کردن ممکنه. هم به حدیث برا ابن عازب بنده حدیث صحیحین انده رسول صلی الله علیه و سلم برابر چی میگه؟ یعنی پیش از خواب رفتنت جوات تازه کرده طهارت میکنه، وضوء کلی صلات چهلی که نماز به طهارت میکنه، هم که طهارت کرده سونی طرف راستت که خواب کرده طرف راستت مونده رو قبله بگردونده خب دعای میگویی دعای من چیه خوب میگویی اللهم اینی اسلمت نفسی الیک و وجهت وجهی الیک و فوضت امری الیک لا ملجأ ولا منجا منك الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت و بنبیک الذی ارسلت. همین گویی تو چی میشه؟ یعنی اگر خیزی فطرت انده، اگر مردمانی چی میشه؟ یعنی با فطرت مثلا مفهوم میکنه. همین انده برای ابن عادب گفت که رسول الله میتون میگویم که و بی کتابک الذی ارسلت و بی رسولک الذی ارسلت، یعنی جای نبی به رسول نبی رسول نه و بی کتابک الذی انزلت و بی نبیک نه و بی رسولک الذی ارسلت گفت میگه لا و بی نبیک الذی ارسلت، یعنی کلمه تغییر نتی برای که این چی هست توقیفی است، این ذکری توقیفی این تغییر داده نمیشه. برای همین دعای استخاره آدم از یاد بگیرد کلمه چه خیلی که اومدگی یا که اگر نتونسته که حالا چند وقت روی کتاب میخونن، لیکن باید که از یاد کنن این چیزا.